زدم به این زدم به سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. ما اومدیم امروز توی جنگل یه کلبه یا کپر درست کنیم. بعدش هم امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. بیا. خب بچه ها، من مهندس کپر هستم که میخوام درست کنیم. این هم میزنم به این، او هم میزنم به این هم میزنم به این. داوود قطعش کن. بچه ها واقعا ترک لهجه و فارسی صحبت کردن خیلی سخت. ما چند تا ویدیو میگیریم تا میتونیم اینو بگیم. بچه هم اکنون مهندس معماری. خب داوود جان، شما کی درس تموم شد که رشته تو انتخاب کردی؟ یه 5 سال پیش. البته ما از اقوانی هم ازش استفاده میکنیم، هم مهندس هم اقوالی. راست میگه، کارکش. هم کارکشه، هم زحمت کشه. خیلی مردی تو، خیلی. هم میکشه. هم یه چیز دیگه. چی رو میکشه؟ دیگه ای رو بگیر. چی رو بگیرم؟ دارم میگیرم. نه میگم ای رو بگیر. چی رو بگیرم؟ چوبه رو بگیر. تماشاچی ها بگیر، تماشاچی ها بگیر. کو دیارونیا. This is sheep and بچه ها هم اکنون بس. رفتم. نه آشغال. باشه، من گوتم. درست، من گوتم. برو. بزی، خری، گاوی، لقب الاغی. بیا. الاغ. ولش کن. این خارجی گپ میزه. ستون. فقط خدا میدونه. ستون و خیلی ماشاءالله محکمه. این چیز شلنگ برده. داوود گریه نکن. بچه این ولای دیگه ولام بده. الان مثلا این الان عجب ستونی. بچه میبینی بهترین ستون جهان. این ویدیو رو 2 بار ببینید، چون ما راجع به ستون صحبت نمی‌کنیم. چی الکی میگی؟ بده 2 بار ببین، خود میفهمی دارم چی میگم. من نفهمم چه گفت. خب میگم دیگه 2 بار بعد ببینی. خب به جارو کنی. بچه اینجا رو میبینید. 1 2 3. بچه میبینید جادوگری. بچه ما مصدوم شدیم. آریانو شمیدی جادوگر. آی هوش برتر. قطعش کنو. نه یا ابي بيشتر ما تدرو. بكيش خكوا. داره خونه میشه تقریبا. تقریبا تمومه. همه کاراش مونده، فقط جاروش رفته. همین در مصر باستان پا با جارو مساوی بوده. آیه حمید، شما این موضوع رو تایید میکنی؟ بله وزنه چند کیلویی بی؟ به قول آریا 400 کیلو. آقای حمیدی، نه شما امتحان داره، چرا تقلب میرسونی؟ اوایل کار بده 6. این زدم به این زدم به چون نکنین ما جایی که خونه ساختیم امنیت 11 از 10. لونه مار نیخون، ماشاءالله اجداست. مسابقه تناب کشی مناطق معروف. خب بس. الان مسابقه تناب کشی به دیگه ایشالله. مسئول چاله کندن کن. چه چیزی چاله میکنه؟ گورکن. یه چیز دیگه هم هستا، ولی نتیجه زحمته. ای آریا و داوود. نه خوی ای من
خدا این همش گپش بیا میزن عراق رو پشینه بیا این همش گپش میزن عراق همش اوکی عراق کو کارم کرد کو اینا نه همش گپش میزن ولی خدا خونه چه زوری بود درست که جون خودتو لایک کنی برو داخلش آره جا نمیشه ظرفیت و 2 نفر برو ظرفیت یک نه برو. مو برای نمیشم این مشکل روانه شیلو برو بیرون برو ما درست کردی شما درست کردن نه بس کن خود بس وای دلم چه میسخه این الان اصلا میگو الان داره میگه ما درست کردیم 10 دقیقه دیگه سیگار میخوام بیام داخلش به کجا میروی تو چای تخمه نمیخوای یه همه کارم کرده خود چه همش گپت میزن فارسی فارسی صحبت کنم بچه ببخشی ما عصبانی میشه لهجه‌مونو میاریم واسه بخش ولك زيت فرش بازی بسارة یومو بر هم فارسی صحبت کنی تو فارسی صحبت کنی تو مکافات در راه او هست فاش عم بس كوليكو کله مساویه با همون کپر هم مساویه با کلبه جنگلی دیگه کلبه درختی ریسکا برو خود اصاب پساب نداری یا ابوالفضل یا ابوالفضل میگم بس هر که کوچیکتر بهتر برو يكون رزمي بیا با پوزیشن داگی اینجا آشنا میشی شو میگه بکش این رو فرش خیلی سیلاق داره اشکال نره بکش تو بکش 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 چیو بکن داو نبزنی هم هرچیه آی سعی کن نخندی